سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علیم و اینجا چنل گلدن بابله. دوستان توی کامنت از من پرسیده بودید چجوری من همیشه کوین زیادی داخل اکانتم دارم و باش میتونم تعداد تسکای بیشتری انجام بدم برای درآمد بیشتر. توی این ویدیو میخوام بهتون چند تا راهکار بگم که شما بتونید کوین زیادی در طول روز به دست بیارید و همیشه میزان کوین اکانتتون بالا باشه تا بتونید تسکای زیادی رو در طول روز انجام بدید. خب بریم اول سراغ این که شما در طول روز با انرژی ثابت داخل بازی چقدر کوین میتونید به دست بیارید. چون بعد از اینکه واینا رو نرف کردن، انرژی های داخل بازی و پلیرها در طول روز میگرفتن و زیاد کردن به جاش که شما بتونید همچنان باز کوین خوبی داخل روز در بیارید. اول از همه شما باید بیاید در طول روز داخل سونا. و این نکته هم بگم بچه‌ها، بازی رو به سمتی بردن که حتما باید وی آی پی داشته باشین و واسه اینکه وی آی پی بگیرین فقط کافیه 2-3 هفته رایگان بازی کنین بازیو و بعد از اون میتونید مقدار پیکسلی که برای وی آی پی لازمه رو به دست بیارید. و حتما زمانی که مقدار پیکسل لازم برای وی آی پی به دست آوردین رو وی آی پی بگیرین، چون بعد از گرفتن وی آی پی هم تسکاتون خیلی بهتر میشه و درآمد بیشتری در طول روز دارین و همین که انرژی روزانه‌تون مثل این انرژی که من الان دارم واسهتون حساب میکنم انرژی زیادیه و کوین زیادی در طول روز میتونید در بیارید. خب بریم سراغ این که شما در طول روز چقدر انرژی میگیرید. اول از همه شما هر 6 ساعت میتونید بیاید 1000 تا انرژی داخل سونا بگیرید که این الان انرژی من پر شد و 240 تا انرژی هم داخل استخر سونا میتونید با AFK کردن و رفتن بگیرید. خب بریم سراغ مابقی انرژی ها. خب انرژی بعدی که شما در طول روز میتونید بگیرید با خوابیدن داخل تختتون توی خونه‌تونه که 300 تا هم انرژی اینجا میگیرید. پس تا اینجا شده 4540 تا انرژی در طول روز. همینطور داخل بازی شما چه آنلاین باشین چه نباشین، خود بازی به اکانت شما ساعتی 120 تا انرژی اضافه میکنه که توی 24 ساعت میشه 2880 تا انرژی که مجموع این انرژی هم میشه 7420 انرژی در طول روز. که میبینید شما با اون 7400 تا انرژی در طول روز حداقل میتونید برای هر انرژیتون 16 تا کوین به دست بیارید و این 16 تا کوین توی کمترین حالت یعنی شما با انرژی روزانه‌تون 118000 تا کوین میتونید به دست بیارید در طول روز. و یه نکته رو اضافه کنم دوستان، شما بعد از اینکه یه مقداری کوین به دست میارید سعی کنید برگردیم داخل بازی، سعی کنید همیشه یه مقداری از کوینتون رو سیو کنید و کل کوینتون رو در طول هر روز خرج نکنید، چون بعضی روزا بازی پیکسل به ما پیکسل های بیشتری میده و شما تو اون روزا باید تسکای بیشتری انجام بدید. توی بقیه روزا سعی کنید کویناتون رو جمع کنید و با کوینایی که جمع کردید آیتمایی که ریرترن رو بخرید و برای خودتون یه انباری درست کنید و اون آیتما رو جمع کنید. ببینید الان من یه تعدادی شورلایم اینجا گذاشتم و اینا رو وقتی قیمتش اومده بود پایین خریدم. بریم قیمتش رو واسهتون مقایسه کنم. خب ببینید برای مثلا شورلایمایی که من خریدم من روی قیمت 140 و میکنم 220 اینطورا بود. البته اینجا قیمتش بالا پایین میشد، من بعد از اینکه دوباره اومد پایین روی اینجا بود روی 200 اینطورا دوباره از این آیتم خریدم و ببینید الان قیمتش 420 است. این کار البته یه مقدار ریسکیه ولی سود خیلی زیادی به من میده. من نزدیک 2-3 میلیون کوینم رو نگه داشتم برای اینجور مواقع که آیتمایی که میبینم زیر قیمت واقعیشونه و یا قیمت پایینی پیدا میکنن و میخرم و بعد از چند هفته که قیمتشون حسابی رشد کرد و چند برابر شد اونا رو میفروشم. به خاطر این بهتون میگم که حتما یه مقداری کوین واسه خودتون نگه دارید. نکته بعدی اینه که شما میتونید با وقت گذاشتن و خرید انرژی و فارم کردن یه سری آیتما سود خوبی به دست بیارید. برید بهتون نشون بدم که چجوری خودتون میتونید محاسبه کنید چه آیتمایی میصرفه که شما برید بابتش انرژی بخرید و برید سراغ فارم کردن کوین. برای این کار شما میاد ارزون ترین انرژی رو پیدا میکنید که الان مثلا پاپری واینه. همه اینا رو یادتون باشه داخل سایت پیکسل.تیپ که توی دیسکریپشن گذاشتم باید بررسی کنید و مدام این سایت باید کنار دستتون باشه چون آیتما هی در حال تغییر قیمتشون
و شما باید هر لحظه خودتون رو بروز کنید و هر ساعت قیمتش تغییر میکنه. خب بعد از اینکه اینجا چک کردید چه انرژی از همه ارزون تره، مثلا اینجا 15 تا کوین بابت هر انرژی باید بدید. میرید توی صفحه کرافتینگ و آیتما رو میذارید بر اساس پرافیت پر انرژی سورت بشن. شما بابت هر انرژی 15 تا کوین میدید. از حداقل باید برای فارم کردن یه آیتم شما 16 تا و یا بالاتر کوین بگیرید برای هر انرژی. اینجا عدد 16 رو مینویسین و میبینید برای ما آیتما رو لیست میکنه. توی وودورک شما میتونید این آیتما رو فارم کنید که خب چون لول بالایی میخواد شاید الان نتونید اینا رو انجام بدید و باید توی اینا بگردید. مثلا برای رسیدن به لول 20 یک روز بیشتر زمان لازم نیست و میتونید به این آیتما برسید. ولی این آیتما فروششون سخت‌تره. این نکته رو باید حواستون باشه که چه آیتمی رو دارید فارم میکنید، چون این آیتم ممکنه سود خوبی به شما بده ولی شما نمیتونید بفروشیدش و نقد شوندگی نداره. نقد شوندگی آیتم هم خیلی مهم. ولی مثلا برای این پاودرها که میبینید، پاودر تیر 4 و تیر 3 همیشه فروش خوبی دارن و شما سریع میتونید این جنساتون رو بفروشید. ولی باز میگم برای لول اپ کردنش شما نیاز به زمان دارید. که توی پلیلیست پیکسل واسهتون ویدیو گذاشتم که چجوری توی سریع ترین حالت ممکن اسکیلاتون رو لول اپ کنید. بعد از اون میریم سراغ کوکینگ. توی کوکینگ آیتمای بیشتری سود زیادی و بالای 16 دارن که باز اکثرشون میبینید حداقل لول 15 که شما نیاز دارین و باید برای اینکه اکانت پیکسلتون درآمد خوبی داشته باشه حتما اسکیلاتون رو لول اپ کنید. چون این نکته هم هستش که شما هرچی تیر بالاتری داشته باشید داخل تسکای روزانه‌ای که به شما کوین خود پیکسل و درآمد اصلی بازی رو میده بیشتر میشه. مثلا کسایی که به تیر 3 رسیدن تسکای 4 پیکسلی بهشون میده و کسایی که به تیر 4 میرسن به تسکاشون پیکسل بیشتری حتی بهشون میده. خب تا اینجای کار بهتون راجع به معامله گری داخل بازار گفتم که یه سری آیتما وقتی میبینید زیر قیمت واقعیشون دارن معامله میشن و شما میتونید برید بخرید و اونا رو انبار کنید. مثلا چند روز پیش میدیدیم که بلوگرام کین برای تولیدش شما حتی ضرر هم میکردین و این به من این سیگنال رو میدادش که قیمتش زیر قیمت واقعیشه. بریم نمودارش رو بهتون نشون بدم. ببینید اینجا قیمتش روی 9 تا 10 تا برای تقریبا چندین ساعت یا حتی نزدیک یک روز مونده بود و شما میتونستید توی این تایم با چک کردن سایت پیکسلاتی یک بلوگرام کین جمع کنید و بعداً بفروشید. ولی حتما این نکته رو حواستون باشه بعضی اوقات مثلا مثل اسکروت این آیتم هنوز یوز کیسی نداره و استفاده نمیشه و حتما حواستون باشه یه آیتم زیر قیمت واقعیشه. این نکته هم باید در نظر داشته باشید که به جز اون استفاده هم داره یا نه. بلوگرام کین برای این ارزش داشت که بخریم و من خودم تا حدودی یه مقداری خریدم چون توی آیتمای زیادی مصرف میشد و سریع آیتمش تموم میشد و مجبور بود قیمتش بیاد بالاتر. اما مثلا اسکروت چون تیر 4 با اینکه توی آیتمای زیادی مصرف میشه اینجا میبینید ولی بجز این اسکروت پیور توی هیچ چیزی سود نداره. پس مطمئن باشید اونقدر سرعت مصرفش بالا نیست و ممکنه قیمتش بالا بیاد ولی زمان بیشتری از شما میگیره. این نکته رو حتما واسه خرید یا آیتم و انبار کردنش یادتون باشه. برگردیم داخل بازی. گفتم مثلا شورلایم توی ایونت اومده بود و من توی ایونت از اون آیتم حسابی جمع کردم و واسه خودم کنار گذاشتم. توی سایت دیدید بهتون نشون دادم بلوگرام که این چه تغییر قیمتی داشته و میبینید من اینجا تمام این چستام داخلش پر بلوگرام کینه که گذاشتم کنار و الان میتونم این گرام کینا رو بفروشم. پس حتما از این نکته استفاده کنید تا بتونید کوین بیشتری واسه خودتون جمع کنید. و نکته بعدی راجع به ساعت فروش آیتماتونه. این نکته خیلی مهمه که وقتی ساعت داره نزدیک میشه به آخرای تایم روز و تسکا قراره تموم بشه همه هجوم میارن به بازی و آیتما رو میخرن و آیتما هی کمتر میشه و تقاضا بیشتر میشه و این باعث میشه قیمت یه سری آیتما لحظه های آخر و چیزی هلوش ساعت 3 شب یا ساعت 2 و نیم شب
خیلی بالاتر از ساعتهای دیگه روزه، چون توی ساعتهای دیگه اونقدر تقاضا برای انجام تسکا بالا نیست. بریم بهتون این تفاوت قیمت هم نشون بدم توی ساعتهای مختلف. خب دوستان اینجا میبینیم که الان 9 ساعت به اینکه تسک بوردمون ریست بشه مونده و الان میریم قیمت های مارکت رو چک کنیم ببینیم قیمت ها توی این ساعت چجوریه. الان مثلا پاپریلوف این قیمته و میریم 8-9 ساعت دیگه دوباره چک میکنیم ببینیم اون موقع چه قیمتیه. یا پایا رو دونه دونه الان قیمتاشون رو نگاه میکنیم. یورا رو نگاه میکنیم. یه سری اورا و ماتریکس ها رو نگاه میکنیم. خب این از این میریم تا 8 ساعت دیگه برگردیم و بیاییم ببینیم همین آیتم ها چه قیمتی شده یا آخری هم ببینیم. خب دوباره اومدیم الان یه رو بونده به آخر تسکا. من از اون موقع چند تای تسکم انجام دادم و چند تا شبت شد. بریم قیمت ها رو چک کنیم. خب دونه دونه حالا همون آیتم ها رو چک میکنیم. ببینید الان اورا و ماتریکس ها تا حدود یا ثابت موندن یا قیمتشون بالاتر رفته. حتی این نکته رو در نظر داشته باشید همیشه این ترفند کار نمیکنه، ولی در 90% مواقع قیمت آیتما یه ربع نیم ساعت آخر تایم تسکا همیشه بالاتر. میبینید الان یه سری آیتما گرونترن. گراول مثلا گرونتر شده. پاپریلوف رو میبینید گرونتر شده. صبح زیر 600 بود الان نزدیک 650. آیام همینطور میبینید اینا قیمتشون رفته بالاتر. مایک چک پایا میبینید نزدیک 100 تا گرونتر شده. و خب حالا بقیه آیتم به همین شکلیه. امیدوارم بتونید شما هم از این ترفندا استفاده کنین و حساب کوین داخل بازی به دست بیارین و درآمد روزانه‌تون رو تا جایی که میتونید افزایش بدید. سعی کردم این ترفندا رو جوری بهتون بگم که بعدها حتی اگه تغییر داخل بازی ایجاد شده آپدیتی دادن شما بازم بتونید با استفاده از این اصولی که بهتون گفتم درآمد خوبی داخل بازی پیکسل داشته باشین. اگه تا اینجا ویدیو همراه ما بودین ممنون میشم دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدارتون.